از آمدن ترامپ و تأثیری روی کار آمدن تیم او بر مسائل مثل حقوق بشر و آزادی ها و آزادی های دینی یعنی زیاد انتظارات ندارم، به خاطر آنکه آقای ترامپ یکی از شخصیت های هست که نامش با جنجال های زیاد پیچیده است که بخشی از آن متعلق به همه مسئله حقوق بشر و مسائل مذهبی است. تا آمدن ترامپ در جهان این سر و صداها زیاد بود که ایالات متحده آمریکا در مسئله حمایت از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر در بیرون از آمریکا زیاد صداقت ندارد. مثال های می‌زدند در افغانستان، در عراق، در اینها، ولی همیشه این انتقادها متوجه سیاست بیرونی آمریکا در کشورهای دیگر بود. با آمدن ترامپ در اینجا تحول اساسی که صورت گرفت این بود که این مشکلات داخلی آمریکا هم شد. یعنی آقای ترامپ به صراحت تمام در قبال مسلمان ها، در قبال روابط این کشور با همسایه های جنوبی آمریکا، یعنی حرف های زد که خیلی جنجال برانگیز بود و نشان داد که آقای ترامپ زیاد مثل دیگر سران ایالات متحده، مثل دیگر تیم ها از روش سابق کار نمیگیرد، بلکه شخصا خودش با این مسائل مشکل دارد. به همین خاطر با روی کار آمدن او و تیم او نمی شود زیاد منتظر بود یا زیاد این انتظار داشت که می تواند تاثیرهای مثبت در راستای حمایت از دموکراسی، از آزادی ها، حقوق بشر و اینها در بیرون آمریکا داشته باشد.